وقتی از آینده صحبت میکنیم 3 تا کلید واژه به ذهنمون میاد: اقتصاد، گردشگری، سرمایه گذاری. اما قبل از رسیدن به اینکه کدوم یکی از این کلید واژه ها به درد زندگیمون و آیندهمون میخوره، باید یه سوال دیگه رو بپرسیم: جایی که داریم توش زندگی میکنیم چه حسی بهمون میده؟ آیا معماری فقط طراحی ساختمون هاست یا طراحی یک سبک زندگی یا یک تجربه زندگی؟ امروز مهمون برنامه ما شهرزاد دهقانیه. شهرزاد دهقانی یکی از اون جواناییه که بخشی از امروز جزیره کیش رو طراحی کرده. شهرزاد، تو لیسانس معماری از دانشگاه تهران، فوق لیسانس بازرگانی بازاریابی از دانشگاه تهران و دکترای مالی از دانشگاه شهید بهشتی 3 مدرک تحصیلی توه. هر 3 تاش هم به درد توسعه و کمک به توسعه و آینده یک منطقه میخوره. توی شرایط فعلی اگر بخوای یکی از این تحصیلاتی که تا حالا داشتی رو بخوای استفاده بکنی و فکر کنی یک کدومش امروز این تخصص بیشتر به کار ساختن یک جزیره، یک رویایی که براش میخوای ببینی به دردت بخوره، کدوم یک از تحصیلاتت رو الان میتونی به کار ببری؟ ببین، اینا عملاً در پس همدیگه میتونه یه خروجی رو داشته باشه. یعنی و در کنار همه اینا تجربه زیست میتونه اینا رو عملاً تکمیلش بکنه. این که بخوام بگیم امروز از کدومشون میتونیم استفاده بکنیم برای آینده کیش یا کدومشون بیشتر کمک میکنه تو این زمینه، ببین یک تواتری باید بین همه اینا وجود داشته باشه. تمام این مسائل در کنار مسئله های مختلفی در کنار هم در نهایت میتونه نتیجه خوبی رو داشته باشه. ببین کیش عملاً 50 سال پیش متصور یه رویای بزرگی میشه که قرار میشه که یک تصویری رو بسازه در آینده که خب متاسفانه در همون اوایل مسیر عوض میشه و حالا متوقف میشه. ما یه مسئله که الان وجود داره اینه که هر وقت میخوایم راجع به معماری حرف بزنیم یا یک حرف روشنفکرانه بزنیم، میگیم باید برگردیم به معماری دوره پهلوی. در صورتی که معماری دوره پهلوی یک سری تحقیقات اولیه‌ای شده بوده راجع به اقلیم، راجع به محیط، راجع به اون هدفی که در آینده داشته و قرار بوده که با توجه به اون بناهایی که اون دوره بنا شده تو جزیره کیش بشه یک پایلوتی که بتونن به اهداف بعدیشون برسن و در همونجا رها شده. و بعد از اون با تعدد مدیرهای مختلف، با تعدد نظرات مختلفی که حاکم بوده به جزیره کیش، دچار سردرگمی شده. وقتی که ما یک مدیری رو برای جزیره کیش انتخاب میکنن که 1 سال میدونه، خودش میدونه که بیشتر از 1 سال اینجا نمیمونه، قراره چه اتفاقی برای آینده کیش بیفته. ببین، ما تو معماری کارمون اینه که با آگاهی از گذشته امروز طراحی میکنیم برای آینده. این مسیر یک معمار. از بیس باید یه سری چیزها رو کودکانه تر ببینیم تا برسیم به اون تخصصی که یک جامعه نیازشو داره. تو بیشتر پروژه‌ای که میسازی برای کارفرما کار میکنی یا اینکه نه خیلی برات مهمه آدمی که میخواد تو این پروژه سبک زندگیش چه شکلی باشه، چه تجربه‌ای قراره تو این سبک زندگی داشته باشه، چه حسی بهش میده؟ یا حتی کافه رستوران هایی که حالا اسمم هم میشناسم طراحی‌گیش، مثل همین اسپرسو لب شعبه کوروششون، قصه هایی که میری از توی ساخت و ساز طراحی که داری اینه که فکر میکنی به اون محصولی که قراره ارائه بدی و طرف چه خدماتی قراره ازش ببره. ببین، طراحی کردن یک فضا لزوما یک راه حل نداره یا یک مسیر نداره. باید راجع به اون صحبت بشه، راجبش حرف زده بشه، راجبش تحقیق بشه، وقت گذاشته بشه روش، تمام جوانب رو بسنجیم، چه از دید کارفرما به اون پروژه نگاه بکنیم، چه از دید مخاطبای مختلف. مثلا یه برندی مثل اسپرسو لب، وقتی که این برند یک مسیر رو طی کرده، تو نمیتونی بشینی از اول همه اونا رو کنار بزنی و از اول با دید خودت بهش نگاه بکنی. این چیزیه که به نظر من توی یک مسئله‌ای که توی معماری به ما روزهای اول بهمون یاد دادن، میگفتن دانش معماری اقیانوسی به عمق 2 سانتیمتر و این به نظر من تو تمام این مسیر به ما کمک میکنه. به خاطر اینکه یک معمار باید از هر جنبه‌ای باید به اون مسئله باید فکر بکنه. ما نمیتونیم لزوما بگیم من فقط به کارفرما نگاه میکنم.
البته که خب بعضا معماری قربانی شرایط کار هم میشه که تو شرایط بودجهشون و بله، هم شرایط بودجه، هم شرایط این که یه دانای کلی هم هستن این قطعاً مخصوصا با ظهور AI که اصلا الان جدیدن همه طراح و دیگه همسان. شهراد استودیو نوکیشو داشت طراحی می‌کرد. من خب قبل از اینکه نوکیش طراحی بشه یه چیزی رو بگم، چون وظیفه دارم اینو در قبال تو بگم. ما قبل از اینکه نوکیش را بیفته واقعا شهراد بهمون کمک کرد. یعنی اولین چیزی که از من پرسیدین که چی کار میتونم بکنم براتون که این برنامه جون بگیره، اولین کاری که کرد استودیو 34 متری ما در برج صدف رو بدون هیچ چشم‌داشتی طراحی کرده و الان داره اجراش میکنه. فکر کنم روزی که این اپیزود داره پخش میشه 1 هفته از افتتاحیه اون برنامه گذشته، اون استودیو گذشته. و دمت گرم واقعا. ولی تشکر ازت بکنم. ما اپیزودهای منفی صفرمون، یعنی زیر صفرمون رو با شهرات خیلی رفتیم جلو و روزی که داشتیم راجع به استودیو طراحی می‌کردیم متاسفانه یا خوشبختانه با AI من مغزم رو بهش دادم و فکر کنم بیشتر تیکش به منه. بله خیلی متشکرم، چون آدم باهوشی هستی متوجهم کردم. وسط برنامه شهراد قراره این پخش بشه. یه هفته پیش با هم گفتگو کردیم. شاید توضیح بدیم دیگه. چی رو توضیح؟ شلوغ. دم شما یعنی که مثل همیشه. آره، قصه‌ای که فکر کنم جواب سوال اولمون رو خیلی راحت‌تر الان میتونیم بهش برسیم با این سوالی که طرح شد. اتفاقی که الان در کیش داره میفته این بیس است، اون بیس فکری که باید برگردی به اون دیدگاه 50 ساله‌ای که برای کیش طراحی شده بوده و قرار بوده چه مسیری رو بره و کجا از مسیرش خارج شده. امروز کیش که یک تهدیدی دورشه نیاز داره اون فکره بشه و این مکان بکره توش عمل بشه. درسته؟ 100%. ببین من قبل از اینکه حالا اصلا وارد این بحث بشیم یه چیزی بگم که اولا که حالا توضیحاتی که در مورد من شما داری میدی که لطفته. من اصلا از روز اولی که شروع کردم به این یعنی ورود بکنم به این حوزه اصلا به این فکر نکردم که اصلا معمار میشم، اصلا چه اتفاقی رو بیفته. پایش پای خدمت بود. این که در وهله اول به 2 تا جبهه داره دیگه، یکی به کارفرما خدمت بکنم، اون کسی که این نیاز رو حس کرده، یکی هم به اون افرادی که شاید در آینده‌ای که اصلا بهش فکر نمی‌کردم که اتفاق بیفته که بشه یه سری آدم دور هم جمع بشن و با واسه اون مسیری که من بهش یه روزی فکر کرده بودم بخوان قدم بردارن به اونا خدمت بکنن و بستری بشه که بتونیم اونجا این آدم‌ها پرورش پیدا بکنن. قطعاً که من عقل کل نیستم، قطعاً که من خیلی چیزا رو نمیدونم، ولی حداقل بستر رو بتونم براشون فراهم بکنم. برگردیم به این سوالی که در مورد جزیره کیش داشتیم. آره ببین اون رویایی که 50 سال پیش اینجا متصور شده نمیدونیم به قول شما که چقدرش، میدونیم چقدرش پیش رفته و نمیدونیم چقدر دیگهش امکان داره محقق بشه، ولی با همه اینا ما احتیاج به یک آرکیتایپ داریم، ما احتیاج به یک هویت بخشی به جزیره کیش داریم. اینکه اهداف جزیره کیش قربانی شرایط اقتصادی نشه، اهداف جزیره کیش قربانی سرمایه و سرمایه گذار نشه. میدونی وقتی اون مسیر مشخص باشه، منی که دارم مجری این قوانین هستم و مجری این دستورات و مجوزهای جزیره کیش هستم، حداقل بدونم که آقا اینا خط قرمز، این کارا رو نباید بکنیم که به رشد اینجا لطمه میزنه. که این کار من نیست، کار یعنی لزوما یک معمار نیست، کار یک کارگروهه که این کارگروهه باید درست بشه، تو جای درستش این اتفاق باید بیفته. تو اون کارگروه حتما باید افرادی که توانمندی این رو دارن از سازمان که قدرت حکومتی دارن قطعا اونا باید حضور داشته باشن، قطعا باید اقتصاددان حضور داشته باشه داخلش، جامعه شناس باشه، معمار باشه، شهرساز باشه. اینا در کنار هم دیگه میتونن به یک دستورالعمل برسن که آقا قرار آینده کیش این اتفاق براش بیفته با توجه به زیرساختایی که داره، با توجه به قابلیتایی که داره و یک آینده‌ای رو براش تصویر بکنن. میتونه یه بخشیش رو از اون تصویری که 50 سال پیش تصویر شده وام بگیریم، میتونیم اصلا از اول تدوینش بکنیم و اون آدم‌ها باید یه بخش عمدهشون بومی باشن، بشناسن این آب و هوا رو، بشناسن این جزیره رو، زیباییاشو. اون آدمی که از یه جای دیگه میاد لزوما نمیتونه تصمیمات درستی واسه اینجا بگیره و این جزیره من بهش اعتقاد دارم که قابلیت این رو همیشه داشته
و هنوز هم و امروز به نظرم خیلی موقعیت خوبیه واسه اینکه این کارو براش انجام بدن، اینکه بهترین های دنیا ازشون فراخوانی زده بشه و جمع بشن اینجا و تو اون کارگروه ازشون استفاده بشه، از نظراتشون، حتی به عنوان تحت عنوان مشاور، حتی تحت عنوان افرادی که مسیر راه رو تدوین بکنن برام. یادت 2-3 سال پیش با هم نشسته بودیم گپ می‌زدیم راجع به یک بیزینسی که اگه قرار راه بیفته و قرار ادامه دار بشه و تداوم بیزینسش شکل بگیره نیاز به برند بوک داره که هر پرسنلی که از اون بیزینس عوض میشه قبل از اینکه وارد اون بیزینس بشه یه کتابیه بخونه، از رو اون کتاب بدون گذشته چی بوده، رسیپی چی بوده، آینده چی بوده. خیلی جالبه برام این جزیره. اولین چیزی که از دیدگاه من و تو با هم بهش رسیدیم نیاز داشتن یک برند بوک بود. ما اگر میایم فکر میکنیم راجع به اینکه دبی چرا دبی شد، نگاه میکنی 50 سال پیش شیخ محمد میاد ماکت 50 سال آیندهش رو میسازه. توی کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد اینا راحت میتونی بخونی. اون خبرنگار و روزنامه‌نگاری که راجع به این مسیر دبی تحقیق کرده، میبینی اولین کاری که کرده ماکت 50 سال آینده رو کشید، طراحی کرده، گذاشته تمام شیوخ و طوایف و با افکار مختلف، چه افراطی چه غیر افراطی، سر اون میز آورده. میگه 50 سال آینده دبی اینه، حالا بیاین با هم این 50 سال آینده رو بسازیم. اون بیزینس پلنش هم گذاشته سر میز، گفته که آقا اینم اتفاقاتیه که ظرف 50 سال آینده میفته. و همون نکته‌ایه که فکر می‌کنم امروز جاشه با هم توی یک مدیومی صحبت بکنیم که اولین چیزی که کیش نیاز داره یک برند بوک قویه، یک کتابی که به ما بگه که قراره 40-50 سال آینده چه اتفاقی بیفته. حالا ما یکم کمترش کردیم، گفتیم کیچ 14-14. قطعا این نیاز، یعنی اولیه، اون نیاز اولیه جزیره کیشه، قطعا باید اتفاق براش بیفته. من خودم به شخصه نمیدونم، شاید خیلی‌ها تلاش کردن تو این سالات که مثلا این کارو کرده باشن، من واقعا نمیدونم. شاید الان بعد از دیدن این برنامه خیلی‌ها میگن آقا شما کجای کاری، ما این همه تلاش کردیم، این همه به در رفتیم و در بسته خوردیم. آره، یعنی خیلی این مدلی نباشه که ما خارج تو یک فضا ایزوله نشستیم و خیلی رویایی داریم صحبت می‌کنیم و انگار ما کشف کردیم که باید نیاز جدید چیه. ولی حداقل تحت عنوان اینکه آقا یه یادآوری بکنیم، شمایی که دستت میرسه هیچ کاری نکن، فقط همین کارو بکن. آره واقعا، آره، یعنی در این حد نمیخوام مثلا جنبه اینو پیدا بکنه که الان من اومدم نشستم اینجا موعظه بکنم برای جزیره کیش، هم به دست بزنه باریکلا تو که به این رسیدی. نه واقعا، صرفا جهت یادآوری شاید باشه، چون عشقشو داریم دیگه. ما عشق کیشو داریم. من از سال 88 که اومدم جزیره کیش تا امروز، روز اول فکر می‌کردم اینجا نمیتونم زندگی بکنم، هر چی گذشت بیشتر پایگیر اینجا شدم. الان 3 سال از جزیره کیش بیرون نرفتم با توجه به تمام اتفاقاتی که اینجا افتاده. من توی اون سطح زلزله‌ای که پشت سر هم تو کیش اتفاق افتاد کنار بچه‌ها بودم، موندم اینجا، توی کرونا موندم، توی ایام جنگ 12 روزه، جنگ رمضان، تو همه اینا بودم و خیلی پیش اومد که گفتن آقا خب الان کاری نیست، کاری نداری، پاشو بیا بیرون. اصلا نگاه ما این شکلی نیست. ما شاید یه روزی اگه قرار باشه یه روزی به درد کیش بخوریم، این روزا با به دردش بخوریم اگه بتونیم، اگه توانش رو داشته باشیم. سال 88 که اومدی به چه اتفاقی اومدی و تحصیل؟ به خاطر دانشگاه اومدی و موندی. و چی شد دیگه نرفتی؟ پایگیر شدم. آره واقعا. خودت چرا نرفتی؟ نمیشه دیگه. یعنی ماهایی که اینجا زندگی کردیم میدونیم. به من همیشه کیشو یه زمینه مغناطیسی میبینم که انسان و کیش به هم میچسبن. آره واقعا. حتی گردشگری 4-5 روزه داشتیم با محمد رضا ژاله تو اپیزود یکم حرف می‌زدیم، همینطوره. کم آدم پیدا میشه در هواپیما زمان تیکاف به بغل دستیش نگه ما یه روزی میایم کیش زندگی میکنیم. ما کم پیدا میشه. من همه دوستا، آشنا، فامیلا، آدم حتی تو هواپیما که نشستن داره تیکاف می‌دارم گوش میدم، همه با هم یه روزی میام کیش زندگی میکنیم. و یه زمینه مغناطیسی انگار دیگه نمیتونی ازش خارج شی. واقعا هم شکلیه. نمیدونم چیش میگیره آدمو. نمیدونم که ببین من تو تمام این سالا یه بار شد 6 ماه دور بودم از کیش.
بعد 6 ماه که اومدم اولین چیزی که به چشم خوردم چقدر رنگ زیاده اینجا. آفرین. چرا همه چی خاکستری نیست مثل اونور؟ رنگ داره، یه سبزه، اون قرمزه، میدونی؟ خب این اولیشه، اون فرهنگی که اینجا وجود داره، اون تو اینجا رو با هیچ جای ایران نمیتونی قیاس بکنی. قابل قیاس نیست با هیچ جای ایران. تو همین سوال یه سوال میخوام ازت بپرسم. تو همین جواب یه سوال ازت میخوام بپرسم که اگه چشم یه گردشگر رو ببندی وسط کیش بذاری و چشمشو باز بکنی آیا میفهمه اینجا کیشه؟ گرم باشه که میفهمه. خب قشمم گرمه، نه اینجا فرق میکنه. ببین یه بوی خاصی هم میاد. آفرین. آره یه بویی داره، نمیدونم شرایط این نخلایی که داریم تو کیش، اون مثلا مسیر فرودگاه رو که داری میری و هم داری میای هم داری برمیگردی، اون خیابونه عجیبه اصلا. اگه اونجا پیادهش بکنی که قطعا میفهمی خب چه خبره. بذار پاسخمو اینطوری ازت بگیرم. هویت اصلی فضای معماری کیش الان چیه؟ ببین متاسفانه شاید به مرور زمان تبدیل به هویت شده باشه در و دیوار شهرمون. اتفاقاتی که تو این شهر افتاده، بناهایی که ساخته شده، انقدر تو استوریای اینو اون دیدیم، شاید خودش تبدیل به هویت شده باشه. ما یک سری بنای شاخص داریم توی دوره پهلوی ساخته شده. میگم اونا رو نمیتونیم بگیم لزوما بگیم نماد کیش. البته که من اینم بگم صحبت کردن در مورد بازار فرانسه، در مورد نمیدونم بناهای شاخص دوره پهلوی تو جزیره کیش، افراد خیلی موثق‌تری از من هستن که قابلیت این رو داشته باشن که راجع به اون بناها صحبت بکنن. کیش صرفاً در دوره پهلوی تعریف نشده. ما شهر حریره رو داریم. آره ولی خب زمانی که اون معماری معاصر جزیره کیش شکل میگیره تو دوره پهلوی بوده دیگه. یعنی اون زمانی که به صورت آکادمیک میان بررسی میکنن شرایط کیش رو. و اتفاقا به نظر من میدونی بحث اون سواله خیلی مهمه دیگه. گفتم سواله خیلی اهمیت داره، اون سوالی که برای اینجا طرح شده و پاسخی که در جواب اون سوال داده شده که تونستن توی اون معماری از حداقل هایی که توی فضای اقلیم کیش وجود داره بهترین استفاده رو بکنن. شما وقتی توی ارم دلفین قدم برمی‌دارید، جهت شکلگیری این بنا توی مسیر باد غالب بوده. یعنی شما تو اوج تابستون همونجا وقتی که قدم میزنی یه نسیمی هست که اون رطوبت اذیت نکنه. اون زوایایی که توی بناهای دوره پهلوی می‌بینی قطعاً به خاطر سایه اندازی هایی بوده که آبر پیاده معنا داشته، اون موقع اهمیت داشته که شما توی وقتی بازار فرانسه داری قدم برمی‌داری اون زوایایی که از اون سایه اندازی، اون کوران هوا، نمیگم خنکه ولی امکان حرکت به شما میده و ارج دادن به اون آبر پیاده. زندگی ماشینی نبوده اون موقع به شکل الان و قرار بوده وقتی تو میای کیش از کیش لذت ببری. کیش یعنی آب و هوای این شکلی دیگه. اگه قرار باشه تو یه فضای خیلی خنکی رو تجربه بکنی، خب خیلی جاهای دیگه ما تو کشورمون داریم که بری از اون هوا لذت ببری. خب دبی رو از ساختموناش میشناسم، بارسلونا رو از خیابوناش، مراکش رو از اون معماری‌های مخصوص مراکشی میشناسم. تو اگه بخوای به عنوان یک جوان در عرصه معماری، البته بگم متواضعانه، خود شهراد یه حرفی به من زد، گفت اگر میخوای راجع به معماری دقیق تر صحبت بکنی، راجع به معماری کیش صحبت بکنی، آدم‌هایی هستن که امروز باید بیان اونا خیلی تخصصی تر صحبت کنم. اسمشون اگه دوست داری آره بگو. تحقیق کردم تو این زمینه. اینا رو اسما رو بگو تا من برسم به اون سوالم. ببین کلا ما تو این سالها کیش معمارای خیلی بزرگی رو به خودش دیده و من افتخار میکنم واقعا تو فضایی دارم زندگی میکنم که این معمارای بزرگ اینجا قدم برداشتن و اومدن و اینجا رو مطالعه کردن. توی زمینه بناهای دوره پهلوی میدونم مهندس احسان رؤوف تحقیقات گسترده‌ای داشتن از اساتید بنده و دوستان و پیشکسوت‌های ما توی معماری در جزیره کیش هستن. عرض کنم که یه هم دانشکده‌ای ما داشتیم، آقای ابوالفضل جعفرپور، میدونم تحقیق کردن راجع به این ماجرا و حتی مقاله‌هایی راجع به این، فکر می‌کنم یه مقاله هم نوشتن در مورد بناهای دوره پهلوی. و خب اساتید خیلی بزرگی که آقای دکتر تقابنی میدونم اینجا کار داشتن. خود مهندس شایان قطعا مهندس شایان اینجا آثار خوبی دارن. مهندس مفاخر عرض شود، آقای حقیقی عرض کنم خدمت شما که شهروز زمردی، هادی تهرانی،
معمار خیلی بزرگی. من حالا الان شاید حضور ذهن نداشته باشم بخوام اسم همشون رو ببرم، اگرم میبینن و ناراحت میشن من خیلی عذرخواهی میکنم. معمار یه عضو خیلی کوچیک از جامعه معماری بپذیرید از من. یه رقیب خیلی باحالی هم داریم، با هم دانشگاهی بودیم و خیلی رفیقیم. بابا تو اصرار داری بگی رقیبیم ما هم. رفیقیم، دارم میگم رفیقیم. آره واقعا. آیه کریمی، علی کریمی. آره مثل برادر نداشتم. دقیقاً. آره. اون تو حوزه عمران بسیار شکوف درخشانه واقعا. تو این سالام خیلی شکوفا شد و خیلی ماشاءالله بزرگ شده. ما تو زمینه معماری فعالیت داشتیم، البته که همه زندگیمون هم شبیه به هم بوده تو این مسیر حرفه‌ای که داشتیم. از زمان دانشجوییمون، ایشون دانشگاه شریف اینجا درس خوند، من دانشگاه تهران بودم، خونه هامون بغل همه، دفترامون بغل همه. و خب نمیدونم چرا خیلی از آدما تو کیش احساس میکنن که مثلا ما یه رقابتی با هم دیگه داریم که این شکلی نیست. واقعا خیلی قشنگین جان، خیلی جفتتون قشنگین. واقعا میگم. حالا برگردم به سوالم، این که یه جاهای کلا شهرهایی رو با یک سری المان میشناسم. بارسلونا خیابوناش، دبی ساختموناش، مراکش اون نوع معماری خاص خودش. یه بخوای راجع به کیش صحبت بکنی، کیشو با چی میشناسی؟ با چه معماری؟ ببین من مهمم یا عامه مردم؟ نه خودت بهم بگو. ما با شهرها داریم گپ ما میزنیم. انقدر همیشه گفتیم کیش یعنی بازار فرانسه، کیش یعنی نمیدونم کازینو، کیش یعنی کازینو رو میتونیم بگیم. ما میگیم ساختمون این شکلیه. آره بگو بابا. نمیتونی تاریخ خود آره دیگه تحریف کرد که کازینو بوده اسمش. آره اسمش کازینو، دنیای بازی. آقای حداداده هنو برش اسم نداشته کازینو، چون نداشتیم تو ایران. خلاصه همونی که شما گفتین. عرض کنم که آره ماها خب کیش رو، هویت معماری کیش رو اون میدونیم. یا مثلا اگه راجب جزایر دیگه مثلا راجب قشم بخوایم صحبت بکنیم، من هویت معماری قشم یعنی سفیده، سیمان سفید، یه خورده کثیف هم اجراش بکنی، یه رنگ فیروزه‌ای، میشه هویت. یعنی این که عامه مردم چی فکر میکنن با اون چیزی که وجود داره یه خورده شاید یه خورده تخصصی باشه، شاید متفاوت باشه. ببین میگم داشتم همین رو میگفتم، به تناسب بناهایی که زیاد تو جزیره کیش دیده شده، آدم‌ها رو اگه چششون رو ببندی اونجا، چششون رو باز بکنی، میگن اینجا کیشه. خب میکامال فکر میکنم سهم خیلی بزرگی تو این تصویر این سالهای اخیر توی معماری جزیره کیش داشته، چون واقعا تونسته یه حرکت خیلی بزرگ بکنه. دم آقای کشکارگرم واقعا به نظرم، نظر شخصی من هیچ ارتباطی هم با ایشون ندارم. اون تیمی که میکامال رو طراحی کرده رو تو بهتر میدونی کی بوده. اتفاقا اگر اینو جوابمو بدی میرسیم به یه سری سوال باحال. والا خیلی نمیدونم راستشو بخوای، ولی فکر میکنم مهندس مفاخر تو طراحی اونجا نقش مهمی داشتن تا جایی که شنیدم. خیلی واقعیت نمیدونم، یعنی موثق نیست. میگفتی قبلش میپرسیدم. حالا مهم نیست، ما اینو تو یوتیوب میذاریم ولی توی خلاصه برنامه هستش. بزرگترین اشتباهی که در توسعه شهری جزیره کیش می‌بینی چیه؟ ببین یکی از بزرگترین مسائلش به نظر من اینه که من به عنوان، یعنی اون سرمایه گذارایی که اومدن پا تو جزیره کیش گذاشتن به تناسب قدرت سرمایه‌ای که داشتن، خیلی کارهایی که دوست داشتن رو تو کیش انجام دادن که اصلا پیروی نمیکنه از اون مسیر برند بوکی که من و شما داریم راجع بهش صحبت میکنیم یا هویت کیش. ببین معماری در اصل اون ایجاد کردن تجربه فضاییه، یعنی تجربه شما از یک فضا، تجربه زیسته. ما بزرگترین مسئله‌ای که الان داریم اینه که ببین ما بخش عمده سرمایه‌ای که داره تو جزیره کیش وارد میشه داره در زمینه پروژه‌های مسکونی داره هزینه میشه. برج‌های آنچنانی و نمیدونم مجتمع‌های بزرگ و سرمایه‌هایی که اصلا سر به فلک میکشه، اصلا صفراشو نمیشه شمرد. و انقدر این جنبه اقتصادیش زورش زیاده امروز که به همه چی داره میچربه. ببین شما مثلا میگم، مثلا نمیخوام برگردم به دوره پهلوی، شما پروژه دامون ساحلی رو ببینید، در کنارش پروژه مثلا برج دوقلو رو هم ببینید.
اصلا بحث قضاوت این دوتا پروژه نیست، بحث کیفیت فضاییه. من به جرئت میگم دامون ساحلی دیگه شبیه بهش ساخته نخواهد شد، به خاطر اینکه هیچ سازنده‌ای با نگاه آقای مهندس بهبهانی خدا رحمتشون بکنه، هیچ سازنده‌ای با اون نگاه نمیاد یه همچین پروژه‌ای رو بسازه. شاید الان خیلی‌ها بیان میگن دلایل مختلفی داشته، زمین اون موقع ارزون بوده، شرایط متفاوت بوده، آره قبول دارم همه اینا رو، ولی هیچ کسی نمیاد یه همچین زمین به این گلی، به این بزرگی درجه یکی رو بگیره، با اون تراکم بسازه، با اون پوشش گیاهی بسازه، توی اون زمین 10 تا برج بسازن. خب بعد این 10 تا برج، ببخشید اون آدمی که اون بچه‌ای که اونجا قراره به دنیا بیاد، قراره بزرگ بشه اونجا، کجا باید زندگی بکنه؟ کجا باید بچگی بکنه؟ کوچه داریم ما اینجا، بره تو کوچه بازی کنه؟ کجا باید عاشقی بکنه؟ کجا باید بره اون کسی اولین بار اون کسی که دوستش داره رو ببینه؟ کجا باید کامیونیتی های مختلف رو اون کامیونیتی های مختلف دور خودش رو پیدا بکنه؟ دوستاشو کجا میخواد پیدا؟ با دوستاش کجا میخواد بره تو بازار دامون راه برن؟ اصلا اول برنامه وقتی راجع به حس صحبت کردم، تجربه زیستن صحبت کردم، دقیقا همین حرفا بود. تو از کی چه حسی میگیری؟ چه تجربه ای از زیستن داری که بتونی اینجا رو به عنوان یک مقصد زندگی انتخاب بکنی؟ ببین خب همین دیگه، نداریم اینو. آخه یه مسئله دیگه هم فرضات وجود داره. ببین الان شما من رو به عنوان مثلا یه کسی که داره تو زمینه معماری داره تجربه کسب میکنه دعوت کردی راجع به این قضیه صحبت بکنم. به من یک زمینی میدن، میگن آقا شما تو این زمین 120% تراکم داری میتونی بسازی، بعدن هم اینجا رو بخوای بسازی بفروشی متری 300 میلیون تومان پولشه. شهرسازی یک سری ضوابطی برای من تدوین کرده که این ضوابط رو با هر شکلی بهش نگاه میکنید در نهایت به یک قوطی کبریت میرسم، چون هوا رو داره به من میفروشه دیگه. میگه یک طبقه روی پیلوت، 3 طبقه انقدر میتونی اینور بیای بیرون اونور، یه دستورالعمل به من میده که در نهایت قرمه سبزی میاد بیرون، یعنی هیچ اتفاق ویژه‌ای دیگه توش نمیتونه بیفته. بعد میگن معمار چه نقشی چیکار کنه معمار؟ من که نمیتونم اتم رو بشکافم براش. ته تهش اینه که شما این فاسادهایی که توی مثلا دارم میگم توی مثلا فاز 7 صدف توی نو بنیاد داری میبینی رو اگه 5% از این ورشو ببری 5% از این ورشو ببری همشون یکی ان. دستگاه پله یه جای، ورودی پیش فضای ورودی همون شکلیه، این 2 خوابه در آورده اون 3 خوابه در. خب این چه کیفیت فضایی به من میده؟ این چه تجربه زیستی رو به من اضافه میکنه؟ این که من نو بنیاد بزرگ بشم یا تو فاز 7 بزرگ بشم فقط همسایه‌هامون هم فرق میکنن، خونمون با هم فرق نمیکنه. متری 300 میلیون با متری 100 میلیون با متری 700 میلیون چه فرقی میکنه؟ چی به من میدی شما؟ مسئله اینه. و خب اینو کاری از دست من معمار بر نمیاد. چیکار میتونم بکنم؟ ته تهش اینه که اینا میدونی در نهایت محصولاتی رو به ما میده که انگار تولید انبوهه، که فقط یه سری محصول تولید شده اینجا، فقط شما باید ببینی اندازت میشه یا نه، تنت بکنید استفاده بکنی، همین. اتفاق ویژه دیگه ای نمیتونه بیفته. در صورتی که زندگی لوکس به نظر من امروز دیگه سنگ متری 300 میلیون تومانی نیست، سنگ متری 400 میلیون تومانی نیست. زندگی لوکس اون کیفیت فضایی که ما توش زندگی میکنیم. ما تو بخش مسکونی کجا میتونیم اینو تجربه بکنیم؟ ما تشکر از شما. بیمارستان چی داشتی درست میکردی؟ صداش خدا بیامرزدش. سیمپل پروتئین دوستان ای کافه یا اسپرسو لب سابق تموم شد. میریم در ادامه سوالات. و چه جای باحالی هم طراحی کردی. دمتون گرم. خیلی حس خوبی میده. این جایی از این معماری که الان تو در این لوکیشنی که نشستیم طراحی شده ربطی به کیش داره؟ ببین لزوما کل احوالات شبیه به کیش دیگه، چون آخه میدونی اینجا اسپرسو لب کوروش با توجه به سناریوهایی که راجبش دوستان گفته بودن قرار بود چه اتفاقی بیفته، یک گذشته‌ای که اسپرسو لب در قبل داشت، تصویری که تو چشم مردم داشت، با توجه به تمام این اتفاقا و اینکه قرار بود اینجا ایونت اسپیس بشه و اتفاقات دیگری بیفته، با همه اینا و اینکه قرار بود سکویی بشه برای حضور در سرزمین اصلی، یک سری متریال به برند بوک به عملاً اون هویت بصری این فضا اضافه شد، به این طراحی اضافه شد که شد این احوالی که دارین می‌بینید. این سنگ کف این المانایی که سنگی هست میگید ترابلتن سرخ آره یا ثریا. اینا یادم توی یه سری جلسات ربطش میدادی به کیش.
ببین این شاید من اینجوری داشتی میفهمم. گولمو می‌زدی. آره شما رو که داشتم گول می‌زدم ولی من این حس رو میگیرم راستشو بخوای هیچ ربطی به کیش نداره ولی خب یک سنگیه که تو کل دنیا میشناسنش به عنوان سنگ ایرانی. من اگه از شهرزاد دهقانی رو بخوام تو معماریش یه امضا بگم، هر جا بشینم بگم یه امضا داره، این قرمز سنگ قرمز است. توی خیلی از پروژه‌ها دیدم. خیلی از پروژه‌های خودت که طراحی آره کردی. خیلی دوست دارم دیگه. ما تو ویلا اصفهانمون هم که جایزه گرفت تراورتن سرخ و به صورت خیلی شاخصی است. جوایزی که گرفتی رو برامون میگی توی 2 تا جایزه گرفتیم برای یکی از پروژه‌های ویلای ما. اول راهیم دیگه، حالا دیده میشیم یه خورده. آره حالا جایزه هایی که گرفتیم. 2 تا جایزه چی بوده؟ در مورد همین ویلا اصفهان بود، یه پروژه‌ای بود که یک جایزه ملی ویلا بود و کیوسکدیا که یک مسابقات بین‌المللیه. تو این 2 تا بخش پروژه ما دیده شد. اگه امروز یه صفحه سفید بذارم جلوت بله. بگم آینده کیش رو طراحی بکن، اولین خطی که روی این کاغذ میکشی راجع به آینده کیش چیه؟ سوالی سخت میپرسی. این سواله بود که گفتم بهت نمیگم چیه، همین بود. خب میگفتی حداقل فکر میکردم. من چون خودم کشیدم به تو نمیگم تو مثل چیه. آدمک کشیدی اونجا. خب تو بگو. میخوای کاغذ سفید بهت اولا بدم؟ که اصلا بلد نیستم من اون کارو بکنم، بخاطر کار من نیست اصلا. آینده یکیشو من چرا باید بکشم؟ مگه من شهرسازم؟ طراح که هستی. خب باشه چه ربطی به من داره؟ چرا؟ سوادشو ندارم. ببین من یه چیزی بهت بگم. اولا که اینو من به شما بگم که توی زمینه معماری به تناسب اتفاقاتی که چی داری میکشی؟ آینده کیش از نگاه منه، مردم. نه این مردمه. حالا میتونم چند تا بکشم، میگم آینده کیش رو مردمش میسازن. بله بله. آها احسن، الان فهمیدم. من یکم فلسفی جواب میدم. آره. ببین دفاتر معماری تو کل دنیا خب عمدتاً به اسم افرادی که اون دفتر رو راه اندازی کردن شناخته میشن. ولی از یه جایی به بعد دیگه اون آدما هدایت کننده اون مسیرن. اون دفاتر طراحای درجه 1 دارن، گرافیستای درجه 1 دارن، تو بخشای مالی، تو بخشای حقوقی افراد متخصص دارن، تو بخشای کنترل پروژه، تو بخشای ایمنی. میدونید وقتی که دیگه بزرگ میشه، یه خورده بزرگتر میشه این داستان، اصلا کار ما فرق میکنه، یعنی یه چیز دیگه میشه. اون کاری که من انجام میدم چیز دیگری است. و این که قرار باشه این کار رو انجام، من بلدم که اون کارگروه رو چجوری درست بکنم که اون اتفاقی که میگی بیفته. ولی اینکه من فردا بخوام بشینم آینده کیش رو ترسیم بکنم، اصلا نه کارم، نه بلدم این کارو بکنم. این واقعیت. حالا واقعا بخوای جوابمون رو بدی، با طراحی چی میکشی؟ ول نمی‌کنی سوالا. ببین مسیری که معماری دوره پهلوی پیش برد به نظر من شروع درستی بود، خیلی شروع درستی بود. و اگه قرار باشه آیندهش رو ببینی، من نگاهم فکر میکنم برمیگرده به اینکه یه خورده ببین کیش یک نگین توی خلیج فارس همون اینو قبولش نیست. ما اگه بخوایم کیش رو با دبی قیاسش بکنیم، به نظر من در حق کیش ظلم کردیم. ساحل کیش شد هیچ جای دنیا نداره. حالا دنیا رو نرفتم ندیدم نمیدونم، ولی دبی نداره. نمیتونیم اینو از پتانسیلی که جزیره کیش داره بخوایم، پتانسیلی که ما هیچ کاری براش نکردیم، ما خدا دادی داشته اینا رو، اگه بخوایم اون مسیر رو بخوایم پیش بریم، کیش خیلی جای کار داره و استارتی براش خورده بود، شروعی به خودش دیده بود که میگم میانه راه ول شد، رها شد میانه راه و عملاً باز مونده. من همون راهو ادامه میدم، ولی نمیام عین همون رو کپی بکنم و همون کار رو انجام بدم. میدونی اگر قرار بر این باشه که این کار رو انجام بدم و قطعاً تو مسیرم از اقتصاددان، از جامعه شناس، از شهرساز کمک میگیرم تو بخش‌های مختلف. فرض کن 5000 نفر فریلنسر قراره بیان کیش زندگی بکنن. معماری امروز کیش پتانسیل حضور و سبک زندگی این آدم‌ها رو داره؟ ببین در وهله اول یک فضایی یه فضایی باید باشه که اون آرامش رو توش داشته باشن. حالا این فضای خود کل کیش که الان آرامش داره میده بهمون. آره یعنی این رو داریم. ولی خب اون
جایی که از نظر فضای مسکونی که اسکان پیدا میکنن این افراد، خب اون خودش خیلی مهمه که اصلا یک بتونن اصلا اونجا وجود داشته باشه که اونجا بتونن زندگی بکنن، کیفیتش کیفیت خوبی باشه، کیفیت فضایی حداقل از شهر خودش داره میاد اینجا، ما یه چیزی بهش اضافه بکنیم، یک فضای بهتری رو در اختیارش قرار بدیم، یک سری تسهیلاتی بهش بدیم، یک سری امکاناتی بهش بدیم، فضای کار اشتراکی بهش بدیم که بتونن با خیال راحت بیان تو یک فضایی که هم همدیگه رو ببینن. ما اینجا هر کسی میره تو یک کلونی که واسه خودش تشکیل داده، میره اون تو زندگی میکنه و با همونا تعامل داره. ما فضای تعاملی تو هیچ نداریم به اون شکل آدما بیان بشینن با ما تو. فقط کافه است که کافه هم قرار بود که مسیر کافه نشینی رو بخوایم یاد بدیم به مردم، سعی بکنیم که ایجاد بکنیم که خب بنا به شرایط اقتصادی و اون نیازهای کافه ها به یه سمت و سوی دیگه حرکت کرده. یعنی ما به معنای واقعی نه کافه الان داریم که بشینن مردم وقت داشته باشن راجع به مسائل با هم حرف بزنن، با هم آشنا بشن، تعامل پیدا بکنن. به نظر من این خودش خیلی مسئله مهمیه دیگه که اون فضا کار اشتراکی شاید بتونه بهم کمک کنه. ادامه جوابت رو بذار توی یک بازه‌ای که آفتاب داره میرسه به صورتت. بله. صورتت داره اوور میشه و بچه‌ها دارن هرس میخورن اون پشت. میبینم اون پشت هی میرن. آره و امیر حدادی که توشت متینم که دسته گویدم بابا وایسا چیکار داری میکنی؟ یه چند دقیقه به ما فرصت بدید. این معماریه به یه سمتی رفته که اون آدمی که اینجا میشینه آفتاب داره میره تو صورتش و کار ما رو حس میکنه. اگر خواستید معمار خوبی باشید به این لحظه و ضبط پادکست فکر کنید. اون بر نشستی خب. این جواب اون اتفاق اوله. بچه اینو بذارین ها. خب ما بعد از تأملی کوتاه در خدمتتون هستیم. لوکیشن گفتگومون رو تغییر دادیم به دلیل ظهور آفتاب در تصویر و صورت آقا شهرات، چون خیلی برام مهم بود آخر شهرات خوشگل باشه. شهرات سبک زندگی تو کیش چجوریه؟ صبح که خواب بلند میشی تا شب یک روتین کاری، یک روتین غیر کاری، روزهای تعطیله؟ ببین کلا زندگی تو کیش فکر می‌کنم شاید واسه خیلی همون یه روتین مشخصی داره. یعنی برای خود من به شخصه این شکلیه که من اصولاً مورنینگ پرسنم. خیلی صبح زود بیدار میشم، شب زود میخوابم. مورنینگ پرسن یعنی چی؟ آدم صبحی ام. باشگاه 5 صبحی ها هستم. آره صبح زود بیدار میشم معمولاً و خب طبیعتاً حالا بعضی وقتا اگه هوا مناسب باشه صبح با ورزش شروع میکنم، بعدش شرکت، بعد نهار میخورم، بعدش یه استراحتی میکنم، بعد از ظهرش اگه بشه یه ورزشی میکنم، پدل فیلم میبینم. بله. ترند این روزها ترند بازی کلا. ببین بعدم نمیاد خب قطعاً، ولی نه خیلی ورزش جذابیه انصافاً. یعنی خیلی یوزر فرندلیه، یعنی به نظرم هر کسی میتونه خیلی سریع توش راه بیفته این بازیه رو بچرخونه و یعنی از تنیس به نظرم میخورده جذاب‌تر، حداقل برای من. خیلی راحت تونستم باشه ارتباط بگیرم و ورزش خیلی خوبیه. کیش به شهراد دهقانی چی داد؟ ببین من هر چی دارم فکر می‌کنم مدیون کیشم. یعنی احساس میکنم که اصلا همین فضایی که اینجا به من داده شد، اون اعتماد به نفسی که به من داده شد، من هویتم تو کیشه. هویتم این بچه‌هایی که دارم باشون میگم. خیلی تو همین ایام جنگ و اینا خیلی وقتا دوستا و نزدیکام میگفتن آقا الان کیش که خبری نیستش که پاشو بیا مثلا یه سفری بیا. آقا من اصلا با کیش معنی پیدا میکنم. مثلا اگه من الان ورم داری بذاری مثلا تو وسط تهران، معنی که اینجا شاید داشته باشم و ندارم اونجا. هر آن چیزی که دارم از کیش دارم، بخاطر اینکه بسترش یه بستریه که میشه توش رقابت کرد، فضای رقابت وجود داره، بهت بها میدن، جای رشد داره قطعاً، چون تو مخصوصا حالا تو زمینه کاری من چون در حال توسعه است و هر حال تو زمینه کاری من فضا برای کار خیلی زیاد داره. میگم عملاً میتونم بگم هر چیزی که دارم هویتم کیشه. ما از بحران امروز واقعاً نمیتونیم فرار بکنیم و راجعش حرف نزنیم. و به نظرت حالا تو چی جوری تونستی دووم بیاری این روزا؟
ببین خیلی اتفاقای متفاوتی تو این ایام افتاد که اینجوری بودیم که این دیگه نه واقعا دیگه نمیتونیم بلند شیم، ولی صبح بلند شدیم و این آفتابه رو که نگاه کردیم، این دریا رو که نگاه کردیم، گفتیم میشه بابا. مثلا تو یه روز استوری نذاری همه نگرانتی. خودم میمیرم، بدن درد میگیرم. استوریای خیلی احساسی و جذاب و یه جایی حمله، یه جایی اشک آدم‌ها دارم، یه جایی کار خیر میکنی، یه جایی حمایت میکنی. آره سعی میکنم خیلی خودم باشم دیگه. خیلی پرسونال برندینگ خودت رو حفظ میکنی یا اینکه بیشتر آدم دغدغه‌مندی در حوزه؟ خیلی آخه ببین من به نظرم همه ماها تو این دنیا یه رسالتی داریم. یعنی اگه من اومدم تو این دنیا یه رسالتی دارم دیگه، باید یه کاری انجام بدم و احساس میکنم که من احساس میکنم خدا رو شکر خیلی زود اون رسالت رو، حداقل تا امروز رسالت رو پیدا کردم، خیلی زود پیداش کردم و براش تلاش کردم و هر روز به خاطر اون زندگی میکنم دیگه. یعنی رسالت من فکر میکنم کمک کردن به آدما توی حوزه‌های مختلفه، نه که میگم کسی باشم ولی میدونی داستانش این شکلیه که ارتباط، نمیدونم الان اصلا مده الان این حرفو زدن یا نه، ولی ارتباط خیلی خوبی با خدا دارم، خیلی زیاد. و اصلا که مهمه الان مود باشه یا نه؟ خیلی آخه الان جو یه جوریه اصلا مهم نیست، این خیلی قشنگه. مهم نیست برای منم، خیلی برای زیاد. خودت زندگی میکنی دیگه، برای بقیه که تو کیش زندگی نمیکنی. نه واقعا. آفرین. آره من خیلی زیاد اعتقاد دارم و اصلا ارتباطم یه شکلیه که حساب کتاب داریم با هم دیگه. مثلا این شکلیه که مثلا انگار اون بهم گفته ببین من این فضا رو در اختیارت میذارم، ولی ببین بهت بگم اگه سوء استفاده بکنی نمیدونم که باشه آقا تو میگه آقا من سفره رو واسط پهن کردم. من به این خیلی اعتقاد دارم که میگم که اولین شریک هر کاسبی اولش خداه. تو وقتی که کارت به درآمد میرسه سهمشو جدا کن بده به بندهش، سفرت بزرگتر میشه. این یه اصل تو زندگی من و اصلا خیلی بیش از اندازه بهش اعتقاد دارم. حالا میتونه اون آدمایی که یه مثالی رو توی یکی از این برنامه‌های آقای شهاب حسینی میزد، خیلی برا من جذاب و خیلی برا ملموس این قضیه، که میگه ببین وقتی که سینی چای میاد جلوت، اگه چای خودتو ورداری و بشینی عقب، سینی چای از جلوت رد میشه. ولی اگه اول چایی رو برای مردم، برای آدمای دیگه ورداری، تا آخر اون سینی چای جلوت میمونه. من با این اصلا زندگی میکنم. یعنی اعتقادم میشه خیلی وقتا شده به سر برج رسیده واسه خودم هیچ پولی نبوده بردارم، ولی خب اعتقادم به این بوده که تو بدترین شرایط یعنی میگم همین الانش که اوضاع کاری واقعا اوضاع کاری خیلی سختیه، همین الان نمونه موردی دارم که پیشکسوتی بزرگتری، همکاری بهم زنگ زده و دیدم که احساس کردم که آقا نیاز به کار داره. خدا میدونه پروژه‌ای که دستم بوده، نگفتم بیا کارمند شو بهت حقوق بدم، گفتم بیا شریک شیم با هم دیگه. در صورتی که اصلا نه ارتباط دوستانه‌ای با ایشون داشتم نه چیزی، ولی گفتم بیا با هم شراکتی این پروژه رو انجام بدیم که این روزا، چون میگذره این روزا، کیش این شکلی نمیمونه، کیش درست میشه. ولی اون موقعی که درست شد هم مردم یادشونه ما چیکار کردیم، هم کیش یادشه. اینو بهش اعتقاد دارم. خیلی مهمه که تو این روزا ما میگم فشار خیلی رومون زیاده ها، ولی همش این شکلی هم که میگم آقا تموم میشه، الان یه خورده دیگه دووم بیار درست میشه. بعد اون موقع تو پیروزه میدونی که درست زندگی کردی، که به خاطر شرایط سخت دست به هر کاری نزدی، اون آرماناتو زیر پا نذاشتی، مسیر خطا رو نرفتی. خیلی وقتا فشار اقتصادی به روم واقعا سنگینی کرده. بالاخره این همه آدمو بهشون روزی رسوندن، اونم روزی رو من نمیرسونم. یعنی میگم به این اعتقاد دارم که اگر قابل باشم، میگم تو بتونی تو این دنیا بتونی دست خدا باشی، وقتی چیزی بهت میده بدون منت بدی به بندش، این خودش جایگاه خیلی مهمه. من خیلی دوست دارم این جایگاه رو حفظ بکنم، خیلی دوست دارم اینو نگرش دارم و مقام این جایگاه رو روی سینه‌ام داشته باشم همیشه، و واسه این خیلی وقت زندگی میکنم. زیر پوست کیش یه سری آدم‌هایی دارن یه کارایی میکنن که شاید بد نیست تاریخ اینو بدونه. من سوال بعدیم ازت این بود که تو به کیش چی دادی؟ جوابمو گرفتم واقعیتش. و آدم‌هایی که زیر پوست این جزیره دارن یه سری کارهای جالب و باحال انجام میدن، بخش جالب توجهش این بود که تو هم توی اون مدرسه استثنائی‌ها دخیلی برای اون ساختن رویاهاشون، اون اتفاقاتی که هر سال توی
مدارس و جاهایی که حالا تو کشور خیلیاشو از زبون خودت بشنویم، تو حرف بزنی راجبش. ببین داستان مدرسه بچه، اولا که من همیشه آرزو داشتم مدرسه بسازم، همیشه. یعنی اون روزای اولی که شروع کردم به معماری یاد گرفتن، گفتم یه روزی بشه که 2 تا کار بکنم، یکی مدرسه بسازم، یکی نونوایی بسازم. این دوتا همیشه برام خیلی جذاب بوده. خدا رو شکر جفتش هم اتفاق افتاد و انجام. حالا مدرسه ساختنه به شکل بازسازی بود، نساختیم به صورت مجزا، ولی این اتفاقی که افتاد یعنی اصلا انگار این شکلی بودم که این یه نشونه است، باید بری دنبالش. چقدر سخت تونستم مسیر رو پیدا بکنم، قبول بکنن که اصلا این افتخار رو به من بدن که من بتونم کمک بکنم به این بچه‌ها که یه سری فرشتن واقعا. و توی اون شرایط سختی که درس می‌خوندن، ما الان تقریبا 4 سال من افتخار کمک کنار این بچه‌ها بودن رو دارم و تو مناسبت‌های مختلف، شرایط مختلف. آقا من یه اتفاق خیلی خوبی که برام تو زندگیم افتاده، میدونی چیه؟ اینه که وقتی یه کاری دارن به من زنگ میزنن، اصلا نمیدونی چه حالیه. چون اعتقاد دارم واقعا خیلی وقتا خدا آدرس میده دیگه. یعنی وقتی که یکی به تو زنگ میزنه آدرس گرفته، زنگ زده و تو وظیفت یه جوری حلش بکنی. حالا همیشه من که گنج قارون ندارم که، یه وقتایی از فرزاد کمک میگیرم، یه وقتایی از فلان کارفرمام کمک میگیرم. من اولین باری که کار مدرسه رو انجام دادم، به پیمانکارایی که باشون، تامین کننده‌ای که باشون کار میکردم، به یکیشون گفتم که اتفاقا ایشون اصفهانی هم هست، بدون هیچ منتی گفتم آقا اینجا این مدرسه حفاظ نداره و این بچهای مشکلی که دارن اینه که به خاطر معلولیتی که دارن امکان داره از مدرسه برن بیرون و گم بشن، بنابراین ما مجبوریم که یک همچین فضایی رو براشون. گفت آقا چقدر آهن لازم داره؟ گفتم اینقدر. اصلا فکرشو نمی‌کردم، بدون گرفتن قیرونی پول کل آهنو بفرسته برام. همشو من انجام ندادم، هم کمک کردم، ولی بسیار حس جذابیه، بسیار دوست داشتنیه و احساس میکنم که خب بالاخره میدونیم ما مسئولیم دیگه. یعنی من خودمو مسئول میبینم. من از این هوا استفاده کردم، تو این کیش رشد کردم، هویت پیدا کردم، پول درآوردم، کسی شدم برای خودم. مجبورم به آدمایی که اینجا زندگی میکنن اگر دستم برسه و بتونم کمک بکنم، بتونم کنارشون باشم، وظیفه‌مه. و با افتخارم اینو میگم. همه جام شاید خیلی‌ها بهم بگن آقا تو داری ریا میکنی. آره من ریا میکنم. آره اتفاقا ریا میکنم. کاش تو هم ریا کنی. همتون یاد بگیرین ریا کنین. تو این ایامی که الان ولی این کارو بکنی. تو این ایام که اصلا ما نیازمند آدمای ریاکاریم به نظرم. و واقعا فکر میکنم که خیلی خوبه همتون بکنین این کارو. تو اگه یه دونه لیوان آب دست یکی دادی به همه بگو. حالا نمیگم آبرو آدم‌ها رو ببری بگی من کردم واسه این آدم، ولی این رو سعی بکنیم که مردم رو تشویق بکنیم که تو این روزا سعی بکنیم کنار هم باشیم. اگه بخوای از دیدگاه خودت تعریف یک نفر که به خودش میگه کیشوند از دید تو تعریف داشته باشه، کیشوند رو به کی میگی؟ ببین کیشوند اصلا ماهای خانواده ایم. تو زمانی میتونی کیشوند بشی که خودت عضوی از این خانواده بدونی. تو میتونی اگه خواهرت برادرت یه مشکلی داشته باشن رو تو بکنی اونور ازش عبور بکنی. اگه تونستی درد رو تو کیش ببینی و ازش بی تفاوت بگذاری، تو کیشوند نیستی. اون کارت خیلی دلیل بر کیشوند بودنت نیست. اینکه اگه یه روزی من اسم کیشوند رو با خودم به یدک میکشم اینه که وقتی یه دردی رو یه جای احساس کردم و تونستم درمانی براش باشم یا مسکنی براش باشم، وایسم اون کار رو انجام بدم واسه کیشوند. من از یه جایی به بعد اصلا نوع این کمک هایی که به لطف دوستان و به برکت وجود سرمایه گذار و سرمایه انجام شد، از یه جایی به بعد این رو گفتم من فقط مختص کیش و کیشوندا انجام میدم. یعنی خیلی وقتا پیش اومد که نیازمند از صفحه اینستاگرامی گفتن آقا تو فلان شهر مثلا یه نیازمندی، گفتم آقا من مخلصتم هستم ولی بذار من دور و بر خودم رو بتونم کمک بکنم. ما مگه چقدر توان داریم از اینجا من کمک بکنم به شهر؟ که حتی میکردیم ما 12 تا روستا رو آرد میدادیم به مدت 2 سال به کمک دوستامون. توی میگم 12 تا روستا رو توی سیستان و بلوچستان آرد میدادیم. بعد از این مدت گفتم چه کار بیهوده‌ای من دارم انجام میدم. اونا متصدیای خودشو داره. آدمای دیگه‌ای که اونجا زندگی میکنن انقدر ماشاءالله توانمندن که آدمای بزرگ توی زاهدان و سیستان و بلوچستان وجود داره که به اونا میرسه این
موهبتی که وجود داره. من از اینجا چی کارم؟ اگه میتونم کاری بکنم واسه جزیره اپیزود 8 ما تا اپیزود 10 با هیچ کی کاری نداریم. از فصل دوم نوکی نگم برات با تبر میام تو میدون. به نظر تو کیش رو بیشتر برای دیده شدن ساختن یا برای زندگی کردن؟ من دوست دارم که کیش رو، یعنی فکر میکنم درست‌ترش اینه که کیش رو اول برای زندگی کردن آدمای توش فراهم بکنیم و بعد برای دیده شدن و حضور گردشگر. اگه ما کیشوند خوب اینجا داشته باشیم، اگه ماها تو رفاه زندگی بکنیم، احوالمون خوب باشه، قطعاً گردشگرم حضور پیدا میکنه. ما توی این روزا خیلی راحت اینو فهمیدیم که کیش خونمونه، که این خونه خیلی چیزا رو بهمون داده. میدونی اون امنیتی که ما تو کیش داریم، ما تو تمام این اوضاعی که دور تا دورمون جنگ بوده، بمب زدن، هر اتفاقی افتاده، قطعی برق نداشتیم، قطعی آب نداشتیم، امنیت داشتیم، چی به همون نزدیم. کاش یه خورده اون کسایی که دستشون میرسه هوای ما هم داشته باشه. فکر کنم این درست‌ترین حالتی، درست‌ترین روی کرده که هم یه خورده ما نسبت به مدیرایی که پا وایسادن توی این روزا نگاهمون رو تغییر بدیم، همین که اونا یه خورده ماها رو بیشتر به چشم مردم ببینن، به چشم آدمایی که ما اعضای خانواده ایم، دردامون رو بشنون، به فکر باشن و اینکه یاد بگیریم که این جزیره به خودی خودش همه چی داره و ما نباید خودمون رو ببندیم برای تمام همه بریه هامون رو بذاریم روی مسافر، بذاریم روی گردشگر. ما احتیاج به اون قشری داریم که اینجا سکونت پیدا بکنن و بتونن به کیفیت زندگی اینجا اضافه بکنن. بخوام با یه استعاره حرف بزنم، تمام تخم مرغامون رو نچینیم تو سبد گردشگری. اینو بهمون خوب یاد داد تو این روزا که فهمیدیم که منی که یه کسب و کاری دارم که مخاطبم گردشگره، به هر دلیلی اگه پرواز نباشه، گردشگر نیاد، من میمیرم. اینو خوب یاد گرفتم تو این روزا که میگفتم شاید خیلی از کسب و کارهای ما نگاهشون این شکلی بود که کیشوند مهم نیست بابا، کیشوند باید خیلی باید نازشو بکشی. آره باید نازشو بکشی، چون اینجا اون روزای سختم داره. بعدم ما یه شهر کاملیم، همه چی داریم. چرا باید تمام نگاهمون به گردشگر باشه؟ ما باید یک فضای ایجاد بکنیم که کیشوند با کیفیت داشته باشیم، کیشوند با کیفیت تر داشته باشیم، اونم با امکاناتی که میتونن در اختیار کیشوند داریم. کیشوند با کیفیت، حفظ کیشوند، من اشتباه گفتم، حفظ کیشوند با کیفیت، حفظ کیشوند با کیفیت. واقعا این به نظرم الان یک اصله. بیشتر باید به هم دیگه توجه بکنیم. چیه؟ زودکسه وسط برنامه اسپانسر نیست. یه رسمی داریم ما پایان برنامه‌مون، یه رویایی که فکر می‌کنی شهرات توی سال‌های آینده قراره به تحقق برسونه، از زبان تو دوست داریم بشنویم، ولی باید تو دوربین نگاه بکنی رویا رو بگی. سلام. ببین واقعیتش اینه که اینو خطاب به اون آدمی که دوست داره ببینه رویای شهرات چیه، تو صورتش نگاه کن بگو. حالا نمیدونم، من از اینجا شروع میکنم. من واقعیتش توی این روزا، توی تمام این سالها، یعنی در اصل که کار کردم، باورت نمیشه همکارامو که میدیدم خیلی وقتا عکس دست جمعی که با همکاراشون میذاشتن نگر میداشتم، میشمردم 1 2 3 4 چند تان، این امن مثلا 20 نفر بیشتر توی تیمش داره و همیشه آرزوم بوده که این تعداد خیلی بیشتر و بیشتر بشه و آدمای بیشتری بتونن ازش ارتزاق بکنن. من آرزوم اینه که تو 10 سال آینده، البته که این آرزو چندین ساله که داره به تعویق میفته برایش بنا به شرایط، اینه که بتونم یه فضای کار اشتراکی داشته باشم، یه فضایی داشته باشم که موانع رو از سر راه جوونایی که علاقه‌مند به کار کردن تو حوزه‌های مختلف هستن، بتونم این موانع رو از روشون و از جلوی راهشون بردارم.
و فکر میکنم که یعنی آرزو دارم که به اون اتفاق برسم و انشالله میرسیم. مرسی شهراد، مخلصی. مرسی بابت استودیویی که برامون طراحی کردی، مرسی که کنار همه آدم ها هستی و اینو من به چشم میبینم. دمت گرم. واقعا سرمایه کیش به نظر من شماهایی. از دید من همسن و سال خود، من 3 ماه ازت بزرگترم. احترام. سلام باید بکنم. سلام. الان میتونی سلام کنی. سلام عرض کنم خدمت آقای خبوشالی، 3 ماه بزرگتره. خوشحالیم که در کنارتین. یه نفر رو بهمون بگو که اگه دوست داشتی تو این برنامه و روی این صندلی بشینه باش راجع به کیش و سرمایه‌های انسانی آینده حرف بزنیم، به نظر کیه که تو دعوتش میکنی؟ آقای کبیری. خداییش خیلی دوست دارم هم ببینمشون، همین که راجع به خیلی چیزا باید باشون حرف بزنیم. آقای محمد جعفری کبیری، من از شما دعوت میکنم تو برنامه نوکیش آقای فرزاد خبوشانی حضور پیدا بکنین، چون امثال ماها خیلی با شما کار داریم و خیلی از شما سوال داریم. امیدوارم که ببینیمتون تو این قاب. مرسی، ممنون. و تهش هم باید بگین شما هم روایتگر کیش باشید. و تهش الان بگم اینوری باید بگم. و تهش هم باید بگم که جمله میگیشو نگو. میگه شو نگو. میگهشو نگو. میگه بگو که چی گفتی؟ شما هم روایتگر کیش باشید. شما هم روایتگر کیش باشید. مرسی. مرسی شهرام. I am waiting مرسی. for a bus at the end of the night under street lamp.